از یک کلام جانفزا صد مرده احیا میکنی، هنگام تعلیم سخن کار مسیحا میکنی. هر دم که میگویی سخن جان میدهی ما را بطن، در جان دمیدن در بدن اعجاز عیسی میکنی. با دانش خود هر زمان بخشی حیات جاودان، خضری و آب زندگی در ساغر ما میکنی. دستت چو شد از گچ سفید آمد ید بیضا پدید، یعنی به هنگام عمل اعجاز موسی میکنی. نوحی و با کشتی خود ما را به ساحل میبری، چون ناخدایی با خدا رو سوی دریا میکنی. طاغوت ها شد سرنگون از ضربه گفتار تو، همچون خلیل بتشکن راز بود افشا میکنی. موسی ید عیسی دمی فرزند پاک آدمی، در کار آدم پروری پیغمبری ها میکنی. احمد معلم بوده است خود این سخن فرموده است، با پیروی از نقش او نقش خود ایفا میکنی. شغل تو شغل انبیا، گفته تو گفتار خدا، اقرا بسم گوی و درس خود انشا میکنی. با مهر و با لطف و صفا جان را تسلی میدهی، با دانش و دین و هنر جان را مداوا میکنی. جوینده یابنده در کشف استعدادها، هر گوهر نایاب را با شوق پیدا میکنی. پس قوه ها آید به فعل از قدرت گفتار تو، هر غنچه نشگفته را چون گل شکوفا میکنی. انسان پروری گر با حقیقت بنگری، در نقش شاگردان خود را تماشا میکنی. تنها نه با علم و عمل اندیشه ها میپروری، از عشق در دلهای ما صد شور برپا میکنی. در پرتو خود ساختی از ذره ها خورشیدها، هر روز خورشیدی دیگر تقدیم دنیا میکنی. هرگز نداری غیر از حق، از حق تمنای دیگر، گر غیر حق باشد یقین ترک تمنا میکنی. با تشکر فراوان از توجه تک تک شما دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.